فرانکلینه کمکمون کن فرانکلین. شما زنده این کجایی؟ فرانکلین این پشت ما تو بازی بیا تو بازی. حاجی رفتن داخل بازی یعنی چی؟ صبر کن ببینم بچه‌ها شما این بابا این سرکاریه آقا صداتون داره میاد دیگه. بچه بیاین بیرون ببینم آقا چیکار کردین شما بازی رو دزدیدین؟ فرانکلین بابا راست میگه. وای حاجی کلا حاجی چیزی جدید وای جدید شیشه راکستار گیمز پرزنت وایسید ببینم فکر کنم رفتی تو جی تی 6 وایسا ببینم الان باید اول جی تی مردم معرفی میکنه وای دیدی بچه باورم نمیشه بازی از همین الان شروع شد بچه الان اون لحظه که من بازی رو پاس کردم که 1 2 اینجا امنه. اینجا امنه. فرانک ما ترتیب داخل دادیم داریم میاییم بیرون. من اومدم کثافتا. فشار رو زیاد کنید نمیتونن بیشتر از این تحمل کنن. طلا کجاست؟ چرا نمیبینمش؟ کم دیگه مونده باشه. بیا تمومش کنی. یکی از اون هلیکوپترهای پشتی اینجا. من درست اینجام. به نظر همه چیز خوبه. همگی بیایید سمت در اصلی. زود باشید. خب چه خبر؟ بعدش چی؟ میخوایم همینجا منتظر بمونیم تا این نفر بکشتمون یا صبر میکنیم تا این عوضی دوباره بهمون خیانت برو کنه؟ بمیر. کسی قرار نیست خیانت کنه. خودت هم میدونی. اینطور که پیداست این تازه شروع کارمونه. کلی دوست قدیمی داریم که باید ادبشون کنیم. یه عالم دوست قدیمی. اوضاع قرار حسابی به هم بریزه. نه فقط باید یه سری آدم فضول رو ساکت کنیم. آره بذار ببینیم. اول استیو هاینز. دیو نورتون. نه اونو زنده میخوایم چرا؟ تا بعدن کسی کاریمون نداشته باشه. پس اون آسیایی عوضی چی میشن؟ اونایی که فکر میکنن شما با هم جیک تو جیکین. میدونی که دوباره برمیگردن. آره اونم هست. اون یاروی حسابشو برسید. بندازنش. من خود ارتشم. من مشکوک ترین آدمیم که تو زندگیتون دیدید. بازنده دوین. منظورت چیه که تموم نیروها مردن؟ وایسا بهم گوش بده. حرف زدن دیگه بسه. آقای وستون رو گرفتم. بیاید بریم بیرون شهر سر بنیستش کنیم. تو صخره جی او اچ تو استان چیلاید میبینمتون.
وای 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 چه اتفاقی داره میفته؟ من کجا؟ آروم باش آب زیر کاه راجبش فکر کن. مدیتیشن تو بکن روان یوازی. میدونی چیه؟ تو یه آدم به درد بخوری که تونستی از اون همه قاتل آموزش دیده رد بشی. به کسی مثل تو تشکیلاتم نیاز دارم. خیلی زود موقعیت شغلی مدیر عاملی خالی میشه. آب زیر کار. من به غیر از بهداشت شخصی هیچ مشکل دیگه ای با تو ندارم. مایکل واسم دردسر درست کرد، پس مایکل باید میمرد. وای، داری منطقی به قضیه نگاه میکنی. کسایی هستن که به دردت میخورن و کسایی که نمیخورن و کسایی که به دردت نمیخورن باید بمیرن. ولی من منطقی نیستم. برام مهم نیست که به دردم میخوری یا نه. حال میکنم که بکشم دیو. پس این همون کاریه که میکنم. این یه پیشنهاد جدیه. واسه من کار کن تا هر چی بخوای واسط مهیا کنم. تنها چیزی که میخوام اینه که وقتی دارم آروم روداتو بیرون میکشم ببینم داری هوشیاری تو از دست میدی و دوباره به هوش میای. آره این همون خلاقیتیه که من تو تیمم لازم دارم. زود باش بذار از اینجا بیام بیرون. ببین من کمپانی خودمو دارم. تشکیلات تراور فلیپس. پس تو هم کارآفرینی. بذار یکم از سهامتو بخرم بهت کمک کنم پیشرفت کنی. نمیدونم شنیدی یا نه ولی در حال حاضر کلی طلا دارم. پس فکر نکنم کاری از دستت بر بیاد. واسه پایان کارت آماده شو رفیق. حساب تو میرسم. عوضی کثافت. واسه همینم مردم میخوام بکشنت. یه لحظه خفه خون نمیگیری؟ وقتی از اینجا آمدم بیرون میام سراغتون. خفه شو. همین الان نگه دار. دوستام از دستم ناراحت میشن اگه اینجا پیدات کنن. رسیدیم آب زیر کار. هنوز یکم وقت برای گفتگوی دو نفره داری. به زودی پارت دوم رو میبینید. اگه دوستانی خیلی سریع پارت دوم این ویدیو بیاد حتما ویدیو رو لایک کنید و یه قلب نارنجی توی کامنت بذارید. خیلی دوستتون دارم.